غذای امروزمون کبابه. اما چه کبابی؟ تا بالا هرچی آموزشی کباب کوبیده و گوشت و کباب کوبیده مرغ دیدی رو بذار کنار. امروز میخوام بدی روش خیلی ساده و خوشمزه یاد بدم که شگفت زدت میکنه. من پیازا رو به قطعات کوچیک‌تر خرد کردم، میذارم داخل کوشکور برقی تا برام اینو کاملا بزنه و ریزش کنه. ببینید بچه‌ها، خیلی پودرش نکردم، یه مقدار دونه درشته. اینجوری طعم پیاز توی گوشت و کباب فوق‌العاده میشه. یکم آبشو میگیریم و اضافه می‌کنیم به گوشتام. 500 گرم مخروط گوساله و گوسفند. یه مقدار آب پیاز رو بگیرید، خشکش نکنید. 80% آبشو بگیرید، 20% آبدار باشه. من پیازامو تقسیم بر دو کردم، نصفشو برای گوشتم مصرف می‌کنم و نصفشو برای گوشت مرغم. حالا نمک اضافه می‌کنم، نصف قاشق چایخوری، 1/3 قاشق چایخوری هم فلفل سیاه. وقتی حسابی ورزیدید چند بار بکوبش زمین. این عمل باعث انسجام گوشتمون میشه. وقتی به این شکل گوشتون نریخ، یعنی چسبندگی گوشتون فوق‌العاده است. یه قاشق، اینم 2 قاشق. به اندازه یه قاشق سرپرم نگه میدارم برای سسم. 1/3 چایخوری نمک، 1/3 چایخوری فلفل قرمز. خیلی خوب، کارمون تموم شد. مایه کوبیدمون هم آماده است، مایه مرغمون هم همینطور. همه چی امروز قراره توی این تاب اتفاق بیفته. بریم بهتون یاد بدم به ساده ترین شکل ممکن چطور این دو تا رو با هم دیگه یه قالب در بیاریم. اول یه مشنبا یا کیسه فریزر کف این تابه پهن کنید به این شکل. حالا تیکه مرغ رو این نیم کره میذاریم. حالا نوبت گوشتمون میرسه. اینم به همین که قشنگ پهنش کنید. سعی کنید ضخامتش به یه اندازه باشه. حالا که تموم شد، دوباره یه مشت بکشید روش و بذاریدش داخل یخچال. حداقل 2 ساعت تا 3 ساعت استراحت کنید تا کاملا خودش رو بگیره. از نتیجه این غذا شگفت زده میشید. یکم صبور باشید. بریم و برگردیم. حالا قشنگ روغن رو همه جاش بمالید کامل. برای سسش یه قاشق سرپر رو به گوجه فرنگی، من 25 گرم کره اضافه کردم با 2 قاشق غذاخوری روغن. یک کره دمای بالا نسوزه. رو میذارم گوشی تابم آروم آروم تفت بخوره. اون پیازی که نگه داشتم بودم برای سس میخوام، اینجا اضافهش میکنم. پیاز رو تفت میدم تا کاملا سبک بشه و بعد به ربم اضافهش میکنم. نمک به میزان دلخواهتون، فلفل قرمز، 2 قاشق آب لیمو ترش، 1 قاشق هم کچاپ. حالا بهش نصف لیوانم آب اضافه کنید.
حالا سوسی که درست کردیم و خیلی هم خوشمزه است رو می‌ریزیم روی کباب تابه‌ایامون. حالا زیر شعله رو کم می‌کنیم و مدت 15 تا 20 دقیقه اجازه میدیم تا آب اضافیش کشیده شه. بعد با یه برنج کته ایرانی سروش می‌کنیم. بریم و برگردیم.